خیلی از شما دوستان از من سوال پرسیدین چرا باید کارشناس زخم بشیم؟ سلام دوستان، من حامد زمانی هستم از آکادمی پرستاران ایران. امروز می‌خوایم در مورد اینکه چرا باید کارشناس زخم بشیم و 6 تا از پرتکرارترین سوالاتی که از من در مورد کارشناس زخم شدن پرسیدین رو بهتون پاسخ بدم. یک، رضایت شغلی. وقتی شما زخم یک بیمار رو درمان می‌کنید، احساس خوشایندی دارید که حال یک بیمار رو بهبود بخشیدین. دو، بازارکار ایدئال. با توجه به افزایش سن جمعیت و افزایش بیماری‌های مزمن مثل دیابت، شما فرصت شغلی ایدئالی خواهید داشت. 3، درآمد بالا. با توجه به مدرک، تخصص و تجربه بالای شما و محیطی که در اونجا کار می‌کنید، درآمد مناسبی خواهید داشت. 6 تا از پرتکرارترین سوالاتی که در مورد کارشناس زخم شدن از من پرسیدین رو بهتون پاسخ میدم. سوال اول پرسیدین چه رشته‌ای میتونن کارشناس زخم بشن؟ تمامی رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی از جمله پرستاری، هوشبری، اتاق عمل و مامایی میتونن دوره‌های تخصصی زخم رو آموزش ببینن و کارشناس زخم بشن. سوال دوم پرسیدین کارشناس زخم کجا میتونه کار بکنه؟ خیلی از بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، کلینیک‌های پرستاری و ویزیت در منزل شما میتونید فعالیت داشته باشید. سوال سوم پرسیدین چقدر باید هزینه بکنیم تا کارشناس زخم بشیم؟ برای شروع کار دوره‌های مقدماتی باید شما شرکت بکنید که حداقل تا 10 میلیون باید هزینه بکنید و دوره‌های تکمیلی و پیشرفته تقریبا حدود 50 میلیون کمتر یا بیشتر باید هزینه بکنید. سوال چهارم پرسیدین مدرک‌های معتبر زخم چیه؟ مدرک دانشگاهی شما برای انجام پانسمان و کار زخم کفایت میکنه، ولی دوره‌هایی در نظام پرستاری، جهاد دانشگاهی، مرکز غدد تهران، داخل ایران و مدرک‌های معتبر خارج از ایران مثل انجمن زخم اروپا، انجمن زخم استرالیا رو میتونید کسب کنید. سوال پنجم پرسیدین آیا مدارک زخمی که در ایران کسب کردین در کشورهای خارج از ایران معتبر هست؟ میتونید با اونا کار بکنید؟ مدرک‌های معتبر ایران به تنهایی برای کشوری که میخواید مهاجرت بکنید کافی نیست. شما باید در کشوری که مهاجرت کردید دوره‌ها و آزمون زخم رو شرکت بکنید. در صورت قبولی میتونید به عنوان کارشناس زخم فعالیت کنید. سوال ششم پرسیدین وظایف یک کارشناس زخم چیه؟ مهمترین وظیفه کارشناس زخم شناخت زخمه. شناخت زخم از دو راه حاصل میشه. یکی اینکه شما نتایج کلینیکال و نتایج پاراکلینیکال رو داشته باشین. مورد دوم این که زبان زخم رو بلد باشید. زبان زخم یعنی اینکه ارزیابی بکنید، زخم رو بررسی بکنید، معاینه بکنید، ببینید زخم حاده یا مزمن و لازم هستش که شما دبرید بکنید یا نه. وظیفه دوم شما شناخت پانسمان ها هستش. شما باید اندیکاسیون و کنتر اندیکاسیون پانسمان ها رو خوب بشناسید. بدونید چه پانسمانی، چه زمانی، کجا و روی چه زخمی باید استفاده بشه. سومین وظیفه شما پلن شناسی هستش. شما با توجه به ارزیابی بیمار و ارزیابی زخم باید بتونید پلن درمانی رو بدین. چهارمین وظیفه شما داشتن روحیه تیمی هست. برای درمان یک زخم شما باید با پزشک، متخصص عفونی، ارتوپدی، جراح، متخصص تغذیه، فیزیوتراپ باید هماهنگ باشید و بتونید یک زخم رو درمان کنید. پنجمین وظیفه شما آموزش به بیمار و همراه بیماره. در درمان زخم شما باید قبل از درمان، حین درمان و بعد از درمان به بیمار و همراه آموزش بدین. قبل از درمان شما توضیح بدین چه غذایی مصرف بکنه، چه داروهایی استفاده بکنه، چه فعالیتی باید انجام بده یا نباید انجام بده. حین درمان شما باید بحث کنترل آنتیبیوتیک که مصرف میکنه یا نمیکنه، کنترل قند، آفلودینگ رو آموزش بدین. بعد از درمان به مدت 1 الی 2 ماه بیمار خودتون رو فالو بکنید. در صورت بروز مشکل به شما اطلاع بدن. ششمین وظیفه شما بروز بودن و آپدیت بودنه. شما حتما باید مطالب مربوط به زخم رو مطالعه بکنید و اطلاعات خودتون رو روز به روز افزایش بدید. مرسی که تا اینجا همراه من بودین. اگه سوالی در مورد کارشناس زخم شدن دارین کامنت کنین. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.